بالاخره انتظارا به پایان رسید و سریال ماراشلی شروع شد. اونم با بازی کی؟ بوراک دنیز و آلینا بوز. خب بگید ببینم شما مثل من دلتون میخواد در مورد زندگی خصوصی بازیگرای این سریال دیدنی بیشتر بدونید؟ پس برید توی کانال لنز و دکمه عضویتش رو بزنید و این ویدیو رو تا آخر ببینید و حالش رو ببرید. شماره 10. سایگین سویسال. سایگین همون کسیه که نقش متین رو توی سریال پول سیاه یا همون لطیفه به زیبایی ایفا کرد و مورد توجه قرار گرفت. این بازیگر در سال 2018 با گوکچه اوزان ازدواج کرد، اما خوشبختی اونا دوامی نداشت و در سال 2020 از هم جدا شدن. شماره 9. روژدا دمیرر. روژدا قبلا چند تا رابطه کوتاه رو تجربه کرده، اما الان 1.5 سال که با والیبالیست تیم فنرباغچه اولاش کیاک در ارتباطه. روژدا و اولاش به تازگی اولین قدم رو به سوی ازدواج برداشتن و در یه مراسم خانوادگی به طور رسمی با هم نامزد شدن. شماره 8. جمیل بویوکدوئرلی. جمیل در سال 2009 با گیزم سویسالدی همسر اول هالیت ارگنچ یه رابطه خیلی عاشقانه داشت، طوری که همه فکر میکردن جمیل و گیزم حتما با هم ازدواج میکنن، اما در عین ناباوری از هم جدا شدن. گفته میشه دلیل این جدایی این بوده که گیزم نمیتونسته هالیت رو فراموش کنه. در حال حاضر جمیل با بازیگر ترک براکوش ازدواج کرده و اونا یه پسر دارن. شماره 7. جیهان ینیجی. جیهان یه بازیگر خوشتیپ و بی‌حاشیه است که در سال 2012 یه رابطه عاشقانه اما نافرجام و با سرا کالکاوان تجربه کرد. در حال حاضر با اینکه طرفداراش معتقدن اون توی یه رابطه عاشقانه قرار داره، اما شواهد نشون میده که هیچ زنی توی زندگی اون نیست و اون مجرده. شماره 6. آلینا بوز. آلینا که دوست داشتنی که با بازی در سریال دستم را رها نکن کلی طرفدار پیدا کرد، در سال 2015 با بازیگر ترک بوراک یوروک وارد یه رابطه عاشقانه شد. اونا 2 سال با هم در ارتباط بودن. بعد از بوراک، آلینا با یه موزیسین به اسم میتهات جان آذر که 16 سالم از اون بزرگتره رابطه عاشقانه برقرار کرد. خب بگید ببینم شما میدونستید که میتهات پسر خواننده معروف ترک سزن آکسوه؟ به نظرتون زنی که توی زندگی بوراک دنیزه کی میتونه باشه؟ روی دکمه عضویت کانال لنز بزنید و بشنوید از داستانه عشقی بوراک و بقیه بازیگرای ماراشلی. شماره 5. کرم آتابی اغلو. این بازیگر با تجربه و قدیمی تا حالا 2 بار ازدواج کرده. اون از ازدواج اولش یه دختر به اسم دوغا داره. اون اواخر سال 2011 تصمیم به ازدواج دوباره گرفت و با یه بازیگر ترک به اسم آلمیلا اولوئر زندگی مشترکش رو شروع کرد. این زوج در فوریه سال 2014 صاحب یه پسر به اسم آلتان شدن. شماره 4. ملیس ایشتن. فکر کنم دیگه همه اوراز کایگیلار اغلو رو بشناسین. بازیگر نقش گیدیز در سریال دختر سفیر. اما حتما پیش خودتون میپرسید ربطش به ملیس چیه؟ جونم براتون بگه که ملیس و اوراز سال 2014 با هم ازدواج کردن و یه دختر 4 ساله به اسم آدا دارن. اما متاسفانه این زوج در سال 2019 به صورت توافقی از هم جدا شدند. شماره 3. سرهاد کلیچ.
سرهاد که اخیراً شاهد بازی خوب اون توی سریال قول بودیم، در سال 2014 با یه خواننده معروف به اسم زینت سالی وارد رابطه شد. اما رابطه اونا دوام چندانی نداشت و سال 2015 از هم جدا شدن. اون در حال حاضر 3 ساله با ازلم اسمرگول در ارتباطه و به گفته سرهاد به خاطر شیوع کرونا ازدواجشون به تأخیر افتاده. شماره 2. چنگیز سزگین. این بازیگر 59 ساله در حال حاضر متأهله و اون و همسرش ازلم زینل سزگین یه پسر دارن. شماره 1. بوراک دنیز. در سال 2015 بود که بوراک با بازی توی سریال دروغ‌های کوچک شیرین یه دل نه صد دل عاشق همبازیش بوشرا دولی شد. از نظر بوراک، بوشرا یه دختر مهربون و بی‌نظیر بود که خیلی زود تونست دل بوراک رو ببره و اونو شیفته خودش کنه. اما متاسفانه این رابطه عاشقانه در سال 2018 به پایان رسید. بوراک در اکتبر 2020 یک عکس مشکوک از خودش و مدل معروف دیدم سویدان توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت و این باعث حرف و حدیثایی در مورد شروع رابطه اونا شد که بله، بعداً کاشف به عمل اومد که عشق جدید بوراک همین مدل معروف یعنی دیدم سویدانه. خب نظرتون در مورد این فیلم زیبا و بازیگرای اون چیه؟ برای ما بنویسید که دوست دارید ویدیوی بعدی در مورد بازیگرای کدوم سریال باشه. اگه دوست دارین که زودتر از بقیه جدیدترین اخبار فیلم‌ها و بازیگرای محبوب ترکیه رو بشنوین، به هیچ وجه عضویت توی کانال لنز رو فراموش نکنید.